دوست من امروز میخوام سلام دوست من، امروز منم بدین نرم افزار رو معرفی کنم که باهاش میتونی سرعت اینترنت گوشید رو حداقل 2 برابر کنی. با توجه به این سرعت اینترنت افتضاح ایران، این به نظرم بهترین نرم افزار میتونه باشه. حتما این ویدیو رو لایک کن و تا پایانش با من همراه باش. مرسی. خب دوست من، تو به نرم افزار احتیاج داری به اسم فست اینترنت 2x که من گذاشتم اینجا، میتونی از گوگل پلی دانلودش کنی. حتما این نسخه رو دانلود کن چون بهترین نسخه است. اینترنت گوشت رو وصل میکنیم و وارد این برنامه میشی. اینجا یه دونه اجازه از تو میخواد که اجازه رو بهش میدی که برقراری مدیریت و تماس‌های این تلفنی هست. ادامه رو میزنیم. خب این صفحه برامون باز میشه. این پایین میتونی نوشته برای پر کردن کل صفحه اینجا ضربه بزنید. میتونی اینجا رو بزنید، نخواستم میتونید این کار انجام ندید. خب اینجا نوشته 2G 3G و 4G speed، یعنی سرعت 2G 3G و 4G رو زیاد میکنه. وقتی روی استارت کلیک کنید تا 0 تا 100 یه درصد رو طی میکنه و وقت به محضی که 100% شد یه پیام برای شما میاد یا یه صدای نوتیفیکیشن یا هشدار بهتون میده که وصل شده و اکتیویت مینویسه. اینجا الان اینترنت ما 2 برابر شده و اگر نرم افزاری داشته باشید که سرعت اینترنت نشون بده، حداقل سرعت گوشتون 2 برابر شده. فقط چند تا نکته داره این نرم افزار که باید حتما دقت کنید بهش، زیاد ازش استفاده نکنید، چون هر نرم افزاری که سرعت صدا یا اینترنت یا هر چیزی رو افزایش بده برای گوشی یه ذره ضرر داره. حالا حتما توی 10 بار یا 100 بار اول نه، ولی توی تعداد دفعات زیاد میتونه برای گوشی مضر باشه. حتما وقتی کارتون تموم شد بیاد اینجا بازش کنید و روی استاپ کلیک کنید تا استاپ بشه نرم افزار، چون که این باعث میشه هزینه اینترنتتون بیشتر بشه و بیشتر هزینه پرداخت کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. حتما کانال منو سابسکرایب کنید. مرسی، خدا نگهدار.